ایمان داشته باشین. خب اینال رسول الله که گفته که کت کل ازی یک مرد میتونه در یک روز رابطه جنسی بگیره. ما ایره یک ضرب تقسیم کردم که باش در یک ثانیه کت چند تا ازی ما رابطه جنسی میگیریم. تقریبا کت 280 حور بهشتی در یک ثانیه رابطه جنسی میگیری. نه که ساتری، یعنی به این مانا که ما که میگم یک، تو دینمی که ما یک میگم، تو کت 288 حور بهشتی وقت رابطه جنسی کردی، انزالم شدی. یعنی چی مزیت خود داشت؟ یعنی اگر یک مرد و یک زن با هم رابطه جنسی برقرار کنن، حداقل یک 5 دقیقه خب میگیره، اگر زیادتر نگیره. خب 5 دقیقه نه 1 دقیقه. اگر 1 دقیقه بگیره تو ده 1 ساعت که 60 خانم میتونی یک جایشی. ولی دیگه تو با حدود 300 زن در یک ثانیه یک جای میشی. یک که 280 زن خو شدی. حال تو از چی گرفتی؟ فکر کن که راستی امی توستی جان محمد، امی جا رفتی تو مرد مومن هستی و ما که یک میگم تو باید که 280 زن خو شده باشی. یک ای خلاص شد. یک هر دفعه که ما یک میگم تو 288 زن امرایش خو شدی، انزال شدی. خب آدم میتونه بگویه که خیر خدا در اوست دنیا مرد مومنه یک آله تناسلی جور میکنه، آله تناسلی آینی که خراب نشه و قدر که برای خوب میسوزه، در میگیره. در یک ثانیه تو 288 دفعه 288 من نمیتونم قدر تیز. این ما شما را پشت نخوت سیاه آرایی کردن. اینمی تجارت از یا مردم آنقدر بازی داده که مردم حتی نمیتونه. حالا اینمیشه یک کلکولیتر بسیار کار آسان است. 70 ضرب 70 ضرب 70 ضرب 70 خودش هم میگه 24 میلیون 100 هزار. 24 میلیون 100 هزار برای یک مرد مومن. خب اینجا یک قصر بود. حالا که برای یک نفر کلش دادی دیگرها چی میشه؟ معنیش است که این نمیگه پا جز دروغ دیگه هیچ چیز نیست. بیادر گل 1400 سال چو رفتیدی؟ تو میایی مرا دو میزنی. خب خیر، حالا تو مرا دو خب بزن، ما حالا عادی شدیم برا دو. مگم تو در پیش آینه استاد شو یا خانه خود بگی که تمیسلی دمی روی ده که تو چرا غول هستی که مردم تو رین تو بازی میته؟ چرا توی قدر غول هستی؟ و ما که از گوشت گرفتیم که بیدار شو، تو مرا دو میزنی، اینا را قبول میکنی. اینه میگه پای را که به نام دین دکله دادن کلگیش غلطه. قبول کو که یک خداوند است. یعنی ایره ما قبول دارم که یک خداوند یک قدرت بالاتر از ما در دنیا وجود داره. اونمو قدرت ما را پشت نخوت سیاه رایی نکده. سیکو چقدر ما بدن ما به شکل مغلق ساخته شده. عقل و هوش و خرد داده تا تجربه تا میتونی جمع کنی. علم به وجود آمده، کتاب ها موجود است، تجربه انسانی موجود است، تکنولوژی موجود است. در اینی عصر تکنولوژی ای با استفاده از تکنولوژی تو را آمده غول می سازه و تو ای را قبول کردی به خاطر که تو را قطرسانده که اگر تو ای را قبول نکنی خدا قار میشه، آسمان چپه میشه در دنیا. بیادر هر بدی که در سرت بیایه از خاطر که تو ایمان نداری. سیکو شفیعیار چرا گرده درد شد؟ چرا شفیعیار گرده درد شد؟ ایمان نداره. که فقط کسایی که ایمان داره مریض نمیشن، نمیمرن، زندگی بد ندارن. شفاخانه را برو دمی افغانستان برو، شفاخانه از مریض پره کلگیش مومن و مسلمان هستن. برو در کشورهای اسلامی کلش مومن و مسلمانه. تو خدا بازی نته
که ولی اگه من ایمان نداشته باشم خدا روزگار ما خراب میکنه. اولادت در مسجد رایی نکو، پیش از این ملای غول رایی نکو. اینا ما و شما را نوکر جور کردن. تمام دارایی ما که قدرت مغزی ما سینا گرفتن، در زنجیر بسته کردن، انداختنش در یک جای پیش سگ. ما و شما آدمای به عقل شدیم. بیاین که دین بمانیم، انسانیت دامنش بگیریم، دامن علم و دانش بگیریم. اولادت مکتب رایی کو، اولادت یونیورسیتی رایی کو، اولادت مسجدی نساز. در امریکا آمدی پشت چی میگردی؟ گوشت حلال. گوشت حلال چیه نه؟ گوشت که وقتی که ذبح کردی گفتی الله اکبر. خو الله اکبر یعنی چی؟ یعنی که خدا بزرگ است. خو هست، خدا بزرگ است. حالا اگه ما گوسفند ذبح کنم بگویم خدا بزرگ، او حلال نیست؟ حلاله. اما شما چی میگین؟ نه الله اکبر باید بگوی، الله اکبر. وای دیگران همیشه او دیگران خدا گکاز. ما شما را بسیار فریب دادن دوستای گرامی. امیدوار هستم که شما سال 2024 سال هوشیاری و نجات از دین اعلان کنین برای خود و برای فامیلتان. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.